پاره‌های پیریخ گوری کمپیر در ناحیه تاجیک‌آباد 220 کیلومتری پایتخت تاجیکستان آب انباری پر از یخ و گل را به وجود آورد که اکنون به بیش از 500 خانواده تهدید می‌کند. این خبر را شام 11 ایول عوض سفربکov سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد بر رادیو آزادی تصدیق کرد. گفته می شود 500 خانواده در دهه کپلی و فتح آباد زندگی می کنند و کولی سنئی در 13 کیلومتری دو دهه در شاخاب رودخانه سرخاب پیدا شده است. مستعان وهابوف وکیل دهه کپلی بر رادیو آزادی گفت مقامات در نوبت اول 250 نفر را کش دادند که در نزدیکی دو ساحل رودخانه سرخاب زندگی می کنند. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در حال آماده باش قرار دارند و در صورت کنده شدن سربند این کولی سنئی مردم باقی مانده را از طریق بلندگویاک‌ها آگاه می‌کنند که از محل آفت طبیعی عاجلاً بیرون روند. خانه‌های ساکنان باقی مانده در بلندی‌ها جای گیرند و در راستای خطر ناگزیر قرار ندارند. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوی پیاتر 1 جایگیر است و یکی از پیریخ‌های در حال حرکت به شمار می‌رود. مساحت کولی سنئی که از لای و یخ عبارت است از پاره‌های پیریخ گوری کمپیر به وجود آمده است و زیاده از 3 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. عوض سفربکov گفت محل کنده شدن پیریخ و جمع‌شوی آب از جانب نوبتداران نظارت می‌شود. جای حادثه قرار دارم، من اواکواسیا کرده شدم. در دهه کپلی و فتح آباد نزدیک 500 خانواده زندگی می‌کنند. پاره‌های گوری کمپیر ساعت 4 صبح 11 ایول به شاخه رودخانه سرخاب با نام شورک افتاد. مستعان وهابوف وکیل دهه کپلی گفت ساعت 4 کندگیم در مرده ما رو تلفن کرده بالا در مرده هم کشتامون بعد سر بر وقت قدی کارکنی حاضر فاخوده رفتیم همونجا رفتیم تقریبا 4 کیلومتر هم ترمک کلون اومدگی برندی 100 متر در روزی 4 کیلومتر خواه کردگی همونجا هم دریا بالا اومده است اوری ای پایونش نه بر اومده است هم دهه که ما میگذره دهه کپلی میگن مردم هم در بالا کفر استاگی در مازگاه بریم بیا کوچی میشه. سداد شریفوف ساکن دهه کپلی گفت که مردم از این حادثه نگران هستند. اما آخر ما چیز هم او بالا زنگ نگیریم اینه راستی راست مو کوه دام کوه چخی. سال گذشته نیز 28 اوگوست بر اثر افتادن پاره‌های یخ از پیریخ گوری کمپیر بیش از 20 خانه در دهه کپلی زیان دیده بود. پیریخ گوری کمپیر در قطارکوهای پیاتر 1 جایگیر است و بر اثر گرم شدن اقلیم در چند سال اخیر رو به آبشوی آورده است. از حرکت و آبشوی این پیریخ همساله رودخانه سرخاب سیراب می شود و مردم پایان آب از آبخیزی زیان می بینند. بانک جهانی برای نظارت پیریخ‌های در حال حرکت و جلوگیری از آبشوی به تدریج آنها سال جاری به تاجیکستان 13 میلیون دلار جدا کرده است. پیریخ‌های فتچنکو، پیاتر 1، گوری کمپیر و دیدل در تاجیکستان از جمله پیریخ‌های در حال حرکتند و خطرناک عنوان می شوند.